سلام، من فاضل قاسمی هستم. به نگاه روشن خوش اومدید. با 5مین اپیزود از پادکست 1001 شهرزاد در خدمت شما هستیم. ما رو لایک کنید، ساب بکنید، زنگولمون رو بزنید و منتظرمون باشید. چرا منتظرمون باشین؟ نمیدونم. خلاصه بریم سراغ ادامه این اپیزود. قسمت قبل براتون ماجرای شب اول رو شرح دادیم. الانم با داستان شب دوم در خدمتتون هستیم. قسمت قبل براتون تعریف کردیم که شهرزاد تونست با تعریف یه قصه سر شهباز و کلاه بذاره و یه شب دیگه هم زنده بمونه. ای زن در داستانی که تعریف کرد. جان؟ ای زن. ایزن چیه بابا؟ اون ایزنه. خب منم همینو گفتم دیگه. ای زن. نه نگاه کن ببین، ایزن رو به یه خانوم، در خطاب به یه خانوم میگن، اما این ایزنی که اینجاست یعنی این ایزنه، فرق داره. اون ایزنه، اونی که تو میگی این ایزنه. یعنی ایزن شما ای مرده؟ ای خدا! ایزن تو داستانی که تعریف کرد یکی از پیرمردهای داستان سعی کرد از همین روش شهرزاد استفاده کنه، ولی الان که دارم فکرش میکنم شهرزاد داستان این پیرمرد رو میدونسته. پیرمرده که داستان شهرزاد رو که نمیدونسته که. پس در نتیجه شهرزاد از این پیرمرد اسکی رفته. بگذاریم بریم بپردازیم به داستان امشب. بعد از ماجراهای شب قبل شهباز اومد توی کاخ و شروع کرد به حکومتیدن. وزیر هم کک افتاده بود به تنبونش، استرس گرفته بود، همجوری عرض و طول قصر رو بالا و پایین میکرد. یه چشش هم همجوری به شاه بود، زیر چشی نگاهش میکرد ببینه دخترش مرده است، زنده است، بعد دید هیچ خبری نمیشه. بالاخره کارهای مملکتداری ملک به اتمام رسیدندی و شب شد. از اونجایی که ملک تازه به دوران رسیده ی حول قصه ندیده بدبخت که تو کف قصه های آبدو خیاری شهرزاد بود، همین که فهمید کاراش تموم شده آب از لب و لوچش آویزون شد، هل هل کنان بدو رفت پیش شهرزاد. مدیونید اگه فکر کنید این مردک عرب چیز بردست به خاطر چیز دیگه غیر قصه اینجوری هل هل میزده. شهباز همین که رسید تو اتاق شهرزاد به حدیث گفتن مشغول شدن. شگرت میگم بابا، منظورشون همون لاس زدن خودمونه. خلاصه تا شب اینا لاس میزدن، شب که میشد آقا اینجا خانواده نشسته، رعایت شؤونات اسلامی بکن دیگه. خلاصه اینا شب که کار خوبشون تموم شد، شهرزاد از این تخته اومد پایین. بعد دنیازاد گفت ای خواهر دانا، ادامه قصه دیشب را برای من بازگو میکنندندی پندی چندی. این دنیازاده کجا بود؟ یعنی کل شب زیر تخت اینا خوابیده بود؟ الله اکبر، الله اکبر، استغفر الله و ربی و اتوب الیه. خدای توبه. شهرزاد گفت اگر ملک اجازت دهندی پندی، ادامه قصه را برایتان بازگو کنندندی چندی پندی. بعد ملک گفت زان تو فقط قصه تعریف کن ببم زان. پس شهرزاد شروع کرد به تعریف ادامه داستان. جن وقتی قصه پیرمرد غزال بردست رو شنید گفت ایوان خوب بلدی عراجیف به هم بگفتی، خوشمون اومد، از سلس خونش گذشتیم، سگ خور. تو همین هاگیر واگیر پیرمردی که با خودش 2 سگ داشت بدون هیچ مقدمه‌ای خودش انداخت وسط، رو به جن برگشت گفت ای گولاخ جنا، این 2 سگ شکاری که میبینی برادرای من هستن. چند وقت قبل پدرم سپری شد. What؟ الله اکبر، الله. نه خدایش نمیفهمم، نه واقعا نمیفهمم. مثلا این که یه دختری تو بچگیش جادوگری یاد گرفته باشه رو میتونم درک کنم. مثلا این که یه پسر و مادری هم تبدیل به گاو و گوساله شده باشن میتونم تصور کنم. این که مثلا بگیم یه پیرمردی زنش آهو باشه، یه چند وقت میگن قفلش باز شده. باز این که یه دیوی تو دریا فاحشه کشی بکنم یه جای دلم میذارمش. این که مثلا یه آدم با حیوونا صحبت کنه هم، اینم میگم از داستان حضرت سلیمان اسکی رفتن. خب آخه تو چجوری پوفیوز میای بدون هیچ مقدمه‌ای پدر یارو میکنی سپر؟ قبلا حداقل یه نفر میگفتی با جادو چنین کاری کرده.
یه پیر زالی، دختر جادوگری، نامادری خبیسی، یه دیوسی، یه کسی میگفتی اومده جادو کرده. خب نه الان چجوری یه نفر رو تو بدون هیچ مقدمه کردیش سپر؟ مثلا خیلی جالبه، واقعا جالبه. مثلا بچا فکر کنید مثلا 2 نفر آدم داشته با مثلا داداشش اینجوری میرفته. 2 نفر آدم چی؟ 1 نفر آدم داشته با داداشش میرفته، بعد دیدن پدرمون شده تبدیل به سپر. الله اکبر، الله اکبر. خب این داستان شگرته. خب بعد تو چرا شگرت ترش میکنی؟ اراجیفت تموم شد. اراجیف چیه؟ دارم نقد سازنده میکنم. اون سپری شده نابغه، یعنی تموم شد. آها آها. چند وقت پیش پدرم سپری شد و یه 3000 دیناری به ارث گذاشت. من یه مغازه باز کردم، بعد توش نشستم. یکی از داداشای دیگم هم رفت به تجارته. بعد از 1 سال برادرم دست از پا درازتر بی پول برگشت. من که دیدم کلا ورشکسته شده، بردمش تو مغازم، بهش 1000 دینار سرمایه دادم. چند روز بعدش 2 تا برادرام با هم دیگه به سرشون زد که پاشن برن به تجارتن. به منم گفتن خوش میگذره تو هم بیا. من به تجارت در سفر مایل نبودم. به این 2 تا کره خرم گفتم شما 2 تا هم بهتر به تو مرگین. این دفعه اگه برید دست تو دماغ برگردید من پولی ندارم بهتون بدم، حال خود دانید. اینا هم حرف منو گوش دادن، شبیه کره آدمیزاد گرفتن نشستن، یه 2 تا مغازه هم باز کردن، تو شروع کردن به تجارت کردن. 6 سالی به همین منوال گذشت. 6 سال بعد ولی این دفعه من کک به تنبورم افتاد که پاشم برم به تجارتم. این 2 نفرم از خدا خواسته گفتن ما هم بازی. منم قبول کردم. 3 نفری شروع کردیم به شمردن پولامون. رو هم رفته یه 6000 دیناری شد. تصمیم گرفتیم یه 3000 دیناریشو قایم بکنیم زیر خاک که اگه دست از پا درازتر برگشتیم حداقل گشنه‌ای نمیریم. با 3000 دیناری هم که برامون باقی مونده بود راهی سفر شدیم. یه ما تو یه کشتی بودیم تا به یه شهری رسیدیم. متاعمون رو با یه قیمت خوبی به مردم اونجا فرو کردیم، یه 10 برابری هم سود کردیم. شیطون بلاهات داداشامون تو کار متاع هم بودن ها. هایزنبرگ کی بودی تو گوگلی؟ به قصد ادامه سفر رفتیم کنار ساحل. یه دختری خوشگل و با محبت با لباسای پک و پاره جلومون سبز شد. لش پوش بودن وقتی لش مد نبود. دختر برگشت به من گفت حاضر به من نیکی کنی که منم بهت نیکی کنم؟ اللهم مرزقنا از اینا. منم گفتم چرا که نه. دخترم برگشت گفت منو به عقد خودت در بیار و با خودت ببر شهرتون. منم دل رفت زدمش زیر بغل، آوردمش تو کشتی. لباسای مارک کارتورک تنش کردم، آوردمش داخل کشتی، تو بخش VIP گذاشتمش. همچون کم 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 که میگذشت من بیشتر شیفته و دلباخته این میشدم. دیگه به یه جایی رسید که دیدم صبح تا شب، غروب تا صبح کلن پیش اینم. داداشام که اینو دیدن به من حسودیشون شد، به مالم طمع کردن، بعد با هم دیگه قصد کردن که منو بکشن. یه شب که من با دختر خوابیده بودم، برادرام 2 تاییمون انداختن تو آب. دخترم یهو پری شد، منو زد زیر بغلش، منو برد داخل یه جزیره‌ای. بعدش غیبش زد. یه چند ساعتی که گذشت برگشت، گفت من از پریانم، به رسول خدا ایمان آوردم، چون تو رو که دیدم عاشقت شدم، روش کراش زدم، بعد از دوباره کافر شدم. بعدش خودمو شبیه در و دافای آدمیا کردم، بعدش اومدم تو رو مخ کردم. الان که دارم فکر میکنم چقدر کردم کار، یعنی چیزه چقدر کارا که نکردم. آقا وایسا یه سوال. چیه؟ تو مگه نمیگی این پری بوده، بعد واسه این که خیلی خوشش اومده بوده از این یارو پیرمرد روش کراش زده بوده و این حرفا، اومده برای اینکه مخش کنه این خودشو داف کرده؟ و از لحاظ فنی مگه پریا خودشون خیلی قشنگتر و زیباتر از در و دافای انسان ها نیستن؟ یعنی خب دیگه اون ته اند دافی میشه پری بودن دیگه. یکی خیلی خوشگل باشه بهش میگن مثل پری چهره. الان چرا باید برای مخ کردن پیرمرد خودشو به آدم بکنه وقتی خودش یه چیز پلنگتر و خفنتر محسوب میشه؟ نه میدونی میخواستی چون که بهش شک نکنن اینم بتونه امتحان کنه، یه ذره از خوشیلیاش کم کرده که میدونی درست در بیاد دیگه. مثلا آدمی ها که نمیتونن دیگه انقدر واو باشن که مثلا این یه ذره خودشو واو کرده بوده. میدونی مثلا میخواسته ببینه این پیرمرده از اونایی هست که نیکی بیکنو در بیانداز دجله باز این اینجوری میخواسته ببینه هست یا نیست. پری هم در ادامه گفت
الانم میخوام برم داداشای نامرد تو به سزای اعمال پریدشون برسونم. منم که فهمیدم زنم پریه و از اینی که هست خیلی دافتره، از تعجب تخم مرغام یاتاقان زد، فکم چسبید به آسفالت. البته اون موقع که آسفالت نبوده، همه جاده خاکی بوده و در نتیجه میگم فکم چسبید به کف. منم به شکرانه این اتفاق خجسته و میمون گفتم حالا بیا خون خودتو کثیف نکن، از خوشیلیات کم میشه خدایی نکرده ها، بیا از خونشون بگذریم. دنیای فردا دنیای گفتمان هاست، نه دنیای موشک ها. من رؤیایی دارم از جنس آزادی، دنیایی که توش بمب و موشک نمیندازن، موشک توی پوشک نمیسازن. آره خلاصه انتقام دخترمان بود، موقع شوهرش بود، شوهر گیرش آمد، شوهرش دادیم رفت. داشتم همین شر و ورا رو میگفتم که پریه گفت شغرت نگو بابا بینم، منو زد زیر بغلش، منو یوی گذاشت داخل خونمون. بعدش من رفتم سراغ پولایی که با داداشام برای روز مبادا قایم کرده بودیم، همشو برداشتم رفتم داخل دکونم نشستم. شب که برگشتم دیدم این دوتا سگه تو حیاط به زنجیر بسته شدن. همین که این دوتا سگه منو دیدن افتادن به پام، شروع کردن به گریه کردن. منم که از این وضعیت پشمام ریخته بود، یهو پریه رو دیدم که اومد نزدیک شد، گفتش که این دوتا سگ پدر سگ برادراتن، افسونشون کردم تا 10 سال همین شکلی باشن. منم از اون روز تا حالا هر جایی که میرم این سگا رو به خودم میبرم تا اینکه نفرینشون تموم شه. الانم داشتم این دور و برا میپلکیدم که چشمم به این یارو خورد. اینجا نشستم ببینم این سرگذشت این بدبخت بیچاره به کجا ختم میشه. به اینجای قصه که رسیدیم، پیرمرد لب از قصه گفتن فرو بستندی. جن تا این داستان شگرف مزخرف را شنید. شگرف مزخرف دیگه چه سمیه؟ این چی بود بلغور کردی؟ به این آرای پارادوکس میگویند جانم، در مخیله کوچک شما نمی گنجد. تنها یک استاد ادبیات چیره دست میتواند چنین ابیات ژرفی را تفسیر و فهم نماید. بچه بیا پایین سرمون درد گرفت بابا، بیا پایین بابا، بیا پایین سرمون درد گرفت. جن تا این داستان شگرف مزخرف را شنیدندی گفتندی داستان خوبی بود، از سلس دیگر خون این مرد نیز گذشتیم. به اینجای داستان که رسیدندی هنگام بامداد شدندی و بانو شهرزاد خوشگله لب از قصه های فانتزی گفتن بربستندی. خب شهرزاد رفت گرفت خوابید، دنیازادم رفت گرفت خوابید، شهبازم کنار این دوتا رفت گرفت خوابید. تو هم پشو برو بگیر بخواب، داستان مانم تموم شد. خدا نگهدارتون، به امید دیدارتون. بالا رفتیم ماست بود، پایین اومدیم دوغ بود، نمیدونم قصه ما چی بود. بای بای.